هیچ حکومتی تحت هیچ عنوانی، تحت شرایط فوق العاده و شرایط غیر عادی، تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را بگیرد از مردم. این دو جمله. ما در شرایط فوق العاده هستیم، با دشمن‌های مختلف روبرو هستیم. این در اسلام نیست. علی علیه السلام با دشمنان گوناگون روبرو بود، در حال جنگ با معاویه هم بود. هیچ هم حکومت نظامی اعلام نه تنها حکومت نظامی اعلام نمی‌کرد، حتی برای خودش حرس و پاسبان هم نگذاشته بود. آزاد تو مردم میآمد و صریحاً میگفت اون روزی فساد در جامعه رخنه می‌کند و زمامداران به صورت گفتر می‌آیند که رابطه مستقیم میان مردم و زمامداران به کلی بریده. حکومتی تحت هیچ عنوانی، تحت شرایط فوق العاده و شرایط غیر عادی، تحت هیچ حق ندارد